این خانواده افغان به قصد پناهندگی وارد تاجیکستان شد، اما مقامات تاجیک برای حضور به اجازت آنها را جریمه بستند. 4400 باید جریمه بدم. اگر ما باید خروجی میزنم $1,500 دیگه ما باید خروجی را تحویل کنم. ما که سوم ندارم، از کجا کنم؟ دادگاه ناحیه شاه منصور پایتخت برای این زن و شوهر 8800 سومانی تعیین کرد و همزمان آنها را موظف نمود که قلمرو کشور را ترک کنند. محمد میگوید او توانی پرداخت جریمه و امکانی رفتن به افغانستان را هم ندارد. تهدید می شدم، یگام بار زنگ می آمد برایم، یگام تهدیدهای تلفنی می شدم. مثلا چی میگفتن؟ میگفتن که این دولت رها کو، میزنیم تا میکفانیم، ماشین تا میکفانیم. این از این گپا میزدن. این دو شهروند افغانستان به آن متهم می شوند که بیش از 2 هفته در ناحیه رودکی زیستند، اما خود را در جای به قید نگرفتند. آنها میگویند از این قانون ها آگاه نبودند. این اشتباه ما بسیار بزرگ شد. دیگه ما نمیدانستم که اینقدر پرابلم میشه و ما میرم پس اون برای مرز و دیگه ما اشتباه خود چیز میکنم. یک کمک اشتباه را باید کلان نمیساختم، بزرگ نمیساختم. محمد به حیث راننده وزارت امور خارجه افغانستان کار میکرد و بعد یک حمله ترک وطن کرد. حالا این خانواده عبارت از 8 نفر در خانه یک نفر خیرخواه در شرایط سخت اقامت دارند. همسر محمد خورم به کاروباری خانه مطابق شده است. ما دشمندار هستیم، ما را میزنن، طالبا میکشن، و شوهر ما تهدید میکنن که شما اینجا باشیم ما شما را میکشیم. این همینجا اگر ما را میمانن که ما باشیم اونا میباشیم، اگر نمیمانن ما را همینجا خودشان همین دولت تاجیکستان بر ما چیز کنن که ما کشته شویم که هیچ ما نمیریم دیگه افغانستان باید. محمد حکیم خورم یگانه افغانی نیست که در تاجیکستان مشکل دریافتی پناهندگی دارد. در گذشته نیز مشکل دریافتی پناهندگی و شهروندی برای برخی افغان ها که میگویند از جنگ و خشونت های زیاد به تاجیکستان آمدند بارها رسانه‌ای شده است. حقوق شناسان آگاه است چنین قضیه ها میگویند در بیشتر حالت مهاجران به افغانستان برگشته با عوض کردن نامناسب دوباره وارد تاجیکستان می شدند، اما در صورت تهدید واقعی آنها تنها یک راه دارند. خوب میشد که اگر حلنامه که برآمدگی باشد یا حلنامه را به سود شهری شکایت کسی سوری نماید یا که اگر اخوای قانونی درآمد باشد به نماینده صحه مراجعت کنند. دیگر راهی حل این قضیه نیست. در تاجیکستان بنا به آمار رسمی حدود 3000 پناهجو زندگی می کنند که در بین آنها شهروندان ایران و عراق و اوکراین و ازبکستان هم هستند. در این میان بیشتری آنها زیاد از 2600 نفر از افغانستانند.